سلامی گرم خدمت دوستان عزیز و همراه گرامی. وقتی که ما غذای سنگین استفاده میکنیم، فرض کن توی هر 3 وعده ما غذای سنگین میخوریم، به ازای هر وعده ما باید 3 تا دفع داشته باشیم. اگر دفع نداشته باشیم میشه یبوست. بیمار به من مراجعه کرده، گفتن یبوست داری؟ گفتن نه، شکمم یه روز در میون و 2 روز در میون کار میکنه. ببین یه روز در میون و 2 روز در میون براش یبوست به حساب نمیاد. ما به ازای هر وعده سنگینی که غذا میخوریم شکم باید دفع کنه. یعنی تو 3 وعده اگر غذای سنگین خوردیم 3 بار باید معدمون کار کنه. حالا چجوری تشخیص بدیم معدمون سوء هاضمه داره و هضم درست نداره و یبوست داریم؟ یک حب سیر خام بدون اینکه زخمیش کنیم، پوستشو بگیریم قورت بدین، سالم قورتش بدیم. اگر بعد از 24 ساعت بدن شما، شکم شما این سیر رو سالم پس داد، یعنی شما یبوست داری و سوء هاضمه داری. معده شما هضم درست حسابی نداره، چون هضم داره سیر سالم دفع شده. به همین راحتی میتونی آزمایش کنی. یا حق.